برای تکنیک ماربل به رنگ خمیری احتیاج داریم. تکرار میکنم، خمیری. با رنگ پودری به هیچ عنوان نمیشه کار رو رنگ دار کرد. تکنیک ماربلم یکی دو تا یک مقدار میریزید. خب ببینید دیده میشه. خب رنگ پودری من ببینید اینو هم نمیزنید، یواش، خیلی سطحی اینجوری میکنید، کاملا نه، در دیگه رگه بیفته. خب هر سلام در همین حد بچه ها قالبتون رو آب و ریکا یاور همیشه گیر میریزید. بچه ها مهمش اینه که این ملات رو از داخل به خارج بریزید، اصلا از خارج به داخل نریزید، یعنی از عقب برید به جلو، از جلو نیایید به عقب. به یک باره. خب آخرش هم میتونید اینجوری چرخشی. خب بچه ها ببینید من حالا یک کلیپ هم براتون میزنم که بیشتر متوجه شید که روش غلط و درستش به چه شکله. فقط اینو بهتون بگم اگه از چجوری بگم از داخل به خارج نرید تمام رنگتون جمع میشه به پشت، وقتی که در بیارید متوجه میشید. خب